در ساوانای پهناور آفریقا، زندگی با یک رقابت نفسگیر برای بقا آغاز میشه. اینجا در دشت‌های بی‌پایان که زیر آفتاب سوزان نفس میکشند، هر طلوع خورشید شروع یه نبرد جدیده. در میان میلیون‌ها موجودی که این سرزمین رو خونه خودشون میدونن، یکی از نمادین‌ترین چهره‌های آفریقا فصلی تازه از زندگیش رو آغاز میکنه. گورخر. هر روز کره‌های گورخر تازه متولد شده که هنوز گرمای بدن مادرشون رو حس میکنن، فقط چند دقیقه فرصت دارن تا روی پاهاشون بایستن. مادرای مضطرب و هوشیار اونا رو تمیز میکنن، اما گوشاشون مدام به سمت افق تیزه. اونا میدونن که بوی خون شکارچیای گرسنه رو از دور خبر میکنه. شیرا، کفتارا و پلنگا همگی منتظر یه لحظه غفلتن. این کره‌های کوچیک با چشمایی که تازه به دنیای وحشی باز شده، هیچ تصوری از خطراتی که در کمینشون نشسته ندارن. اونا فقط یه غریزه دارن، بلند شدن. تو آفریقا اگه نتونی با گله همراه شی، به سرعت به یه خاطره تبدیل میشی. این داستان تولد، رشد و بقای یکی از زیباترین موجودات این قاره است. سفری پر از چالش، از اولین قدم‌های لرزان تا تاخت و تاز در پهنه سرنگتی. کره‌های گورخر بالاخره روی پاهاشون می‌ایستن. پاهای نامتناسب و بلند که انگار هر لحظه در هم گره می‌خورن. مادرها با صدای آروم اونا رو به سمت خودشون می‌خونن. چند روز اول زندگی این کره‌ها برای بقاشون حیاتیه. مادرها اونا رو از گله اصلی دور نگه می‌دارن. یه تصمیم هوشمندانه و غریزی. تو این انزوای کوتاه، کره‌ها باید الگوی منحصر به فرد خطوط بدن مادرشون رو به خاطر بسپارن. این خطوط مثل اثر انگشت انسان برای هر گورخر بی همتاست. و اولین و مهمترین درس زندگی این کره‌ها شناختن مادرشون در میون صدها گورخر دیگه است. اما راز این خطوط سیاه و سفید چیه؟ دانشمندان دهه‌هاست که با این معما درگیرن. اما قبل از هر چیز یه سوال تاریخی وجود داره که همیشه ذهن انسان‌ها رو به خودش مشغول کرده. آیا گورخر حیوانی سیاه با خطوط سفید یا سفید با خطوط سیاه؟ جواب این معما در علم زیستشناسی و جنین‌شناسی پنهانه. کره‌های گورخر در شکم مادرشون در ابتدا کاملاً سیاهن. این خطوط سفید مشخص که هویت اونها رو تعریف میکنه در واقع نتیجه از دست دادن و غیر فعال شدن رنگدانه‌های سیاه در نواحی خاصی از پوسته. در واقع گورخر یه حیوان سیاهی که در مسیر رشد جنینی خطوط سفید روی بدنش ظاهر میشن. حتی پوست زیر موهای سیاه اونا تیره است. اما کاربرد این خطوط چیه؟ آیا یه نوع استتاره؟ وقتی گله‌ای از گورخرها کنار هم می‌ایستن یا با سرعت می‌دوئن، توده‌ای متحرک و گیج کننده از خطوط ایجاد می‌کنن که انتخاب یه هدف رو برای شکارچیایی مثل شیرها سخت می‌کنن. این پدیده که به اثر خیره کننده معروفه، اولین خط دفاعی گله است. اما تحقیقات جدیدتر رازهای دیگه‌ای رو هم فاش کرده. این خطوط به تنظیم دمای بدن حیوان در گرمای آفریقا کمک می‌کنن. خطوط سیاه گرما رو جذب و خطوط سفید اونها رو بازتاب میدن. و این تفاوت دما جریان‌های هوای کوچیکی رو روی پوست ایجاد میکنه که مثل یه سیستم تهویه طبیعی عمل میکنه. علاوه بر این، مطالعات نشون داده که این الگو حشرات مزاحم و ناقل بیماری مثل مگس تسه رو گیج میکنه و از نشستن اونا روی بدن گورخر جلوگیری میکنه. کره‌های گورخر به سرعت یاد میگیرن. اونا مثل سایه دنبال مادراشون میرن و از شیر پرچرب اونا تغذیه میکنن. یاد میگیرن کدوم گیاها خوردنی ان و چطور علفهای خشک رو کنار بزنن تا به ساقه‌های تازه تر برسن. زبان بدن گله رو هم یاد میگیرن. گوشای سیخ شده نشونه کنجکاوی، گردنهای برافراشته علامت خطر و یه شیهه کوتاه و بریده زنگ خطریه که همه رو آماده باش میکنه. جامعه گورخرها خیلی پیچیده و مبتنی بر خانواده است. گله‌های گورخر به شکل حرمسرا سازماندهی میشن که از یه نر غالب به نام استالیون، چند ماده و کره‌هاش تشکیل میشه. این استالیون پدر بسیاری از کره‌ها و محافظ اصلی خانواده است.
اون با جدیت از قلمرو خانواده‌اش دفاع میکنه و همیشه در انتهای گروه حرکت میکنه تا اگه حمله صورت بگیره اولین کسی باشه که با شکارچی‌ها روبرو میشه. این وسط پیوندهای عمیقی هم بین ماده‌ها شکل میگیره. اونا در مراقبت از کره‌ها به هم کمک میکنن. اگه مادری برای نوشیدن آب دور بشه، یه مادر دیگه میاد از کره‌اش مراقبت میکنه. این همبستگی رمز موفقیت اونها در دنیاییه که تنهایی به معنای مرگه. کره‌های گورخر تو این محیط امن و اجتماعی رشد میکنن و با دویدن و بازی کردن عضلات پاهاشون رو قوی میکنن. پاهایی که باید خیلی سریع برای نجات جونشون سریعتر از همیشه بدوئن. آرامش در ساوانا یه توهم زودگذره. با غروب آفتاب شب که قلمرو شکارچیانه از راه میرسه. گله‌های گورخر در فضای باز جمع میشن تا دید بهتری داشته باشن. استالیونا کمی دورتر با هوشیاری کامل نگهبانی میدن. کره‌های جوون و پر انرژی نزدیک مادراشون وای میستن و بیخبر از همه جا علف میجوین. اما اونا تنها نیستن. در میان علف‌های بلند گروه‌هایی از کفتارهای خالدار بی صدا نزدیک میشن. کفتارها شکارچی‌های فرصت طلب و بیرحمی‌اند و برخلاف تصور عمومی فقط لاشه‌خوار نیستن. استراتژیشون ساده است. ایجاد هرج و مرج و جدا کردن یه فرد ضعیف یا جوون از گله. وقتی یک کفتار موفق میشه یه فرد آسیب‌پذیر رو جدا کنه، این فرصتیه برای بقیه گله تا فرار کنن. استالیونا با شیه‌های فرمان حرکت میدن و گله‌ها در تاریکی برای زندگی میدوئن. این درس زندگیه. ساوانا به کسی رحم نمیکنه و قدرت گله در اتحادشونه. با فرارسیدن فصل خشک، علف‌های سرسبز دشت‌های جنوبی سرنگتی خشک و زرد میشن و منابع آب کمیابه. غریزه باستانی بقا یه فرمان قدرتمند صادر میکنه. زمان حرکته. این آغاز بزرگترین مهاجرت پستانداران روی زمینه. بیش از 1.5 میلیون وایلدوبیست یا همون گاوهای وحشی به همراه صدها هزار گورخر و غزال سفری دایره‌ای و طولانی را آغاز میکنن. اونا در تعقیب بارون و علف تازه از دشت‌های خشک تانزانیا به سمت مراتع سرسبز ماسایی مارا در کنیا حرکت میکنن. گورخرای جوان برای اولین بار در این سفر حماسی شرکت میکنن و حالا بخشی از ستونی عظیم از حیوونا هستن. گورخرا نقش مهمی در این مهاجرت دارن. اونا علف‌های بلند و خشکی رو میخورن که هیچ حیوان دیگه‌ای قادر به خوردن اونا نیست و مسیر رو برای گاوهای وحشی که به علف‌های کوتاه‌تر نیاز دارن هموار میکنن. یه همزیستی شگفت‌انگیز. اما این سفر پر از خطره. شکارچی‌ها این کاروان رو از نزدیک دنبال میکنن و به دنبال حیوانای بیمار، خسته یا جوونی هستن که از گله عقب موندن. بزرگترین چالششون اما هنوز در پیش روه. عبور از رودخانه مارا. این رودخونه به رودخونه مرگ مشهوره و خونه صدها کروکودیله که ماه‌ها در انتظار این ضیافت سالانه بودن. گله‌ها به لبه پرتگاه‌های رودخونه میرسن. حیوونا بیقرارن، بوی آب رو حس میکنن. اما غریزه خطر اونا رو متوقف کرده. تردید روزها ادامه داره تا اینکه بالاخره حیوانی شجاع یا شاید مستعسل به درون آب میپره. این جرقه هرج و مرج عظیمی رو به راه میندازه. هزاران حیوان خودشون رو به آبهای خروشان میندازن. دیگه راه بازگشتی نیست. بلافاصله کروکودیلا حمله میکنن. گورخرا با تمام قدرت شنا میکنن و تنها یه هدف دارن. رسیدن به اون طرف رودخونه. صحنه‌های وحشتناکی اتفاق میفته. اما غریزه بقا اونا رو به جلو سوق میده. بالاخره پاهاشون به اون بر رودخونه میرسه و خسته و وحشت زده اما زنده خودشون رو به یه ساحل امن میرسونن. رودخونه مارا هزینه سنگینی داره. اما پاداش عبور از اون دشت‌های سرسبز ماسایی ماراست. گورخرایی که از این آزمون سربلند بیرون میان میدونن که این چرخه سال آینده دوباره تکرار میشه. این قانون بی‌پایان آفریقاست.
زندگی از مرگ تغذیه میکنه و سفر برای بقا هرگز متوقف نمیشه. چند سال میگذره و کره‌های گورخر دیگه اون موجودای ترسان نیستن. اونا حالا گورخرهای بالغ، قوی و با تجربه‌ای هستن که از چندین مهاجرت مرگبار جون سالم به در بردن. با رسیدن فصل جفتگیری، رقابت بین نرهای استالیون به اوج میرسه. نرهای جوان استالیون‌های پیرتر رو به چالش میکشن. این نبردها نمایشی خشن از قدرته. استالیون‌های پیر پس از نبردهای طولانی و خونین شکست میخورن و گله رو ترک میکنن. استالیون‌های جدید و پیروز حالا رهبرای گله هستن. این تغییر رهبری برای کره‌های باقی مونده از استالیون قبلی ممکنه خطرناک باشه. نرهای جدید ممکنه برای اینکه ماده‌ها رو سریعتر وارد چرخه تولید مثل کنن، کره‌هایی رو که از خون اونا نیستن بکشن. این یکی از بیرحمانه‌ترین جنبه‌های زندگی اجتماعی گورخرهاست. اما یه استراتژی تکاملی برای تضمین انتقال ژن‌های نرهای غالبه. ماده‌های بالغ حالا آماده مادر شدنن. پس از دوره بارداری حدوداً 12 ماهه، اونا احساس میکنن زمان زایمان نزدیکه. از گله فاصله میگیرن و مکانهای امن رو پیدا میکنن. زایمان در طبیعت آفریقا لحظه‌ای بسیار آسیب پذیره و مادرها و نوزادان طعمه‌های خیلی آسونی هستن. و سرانجام کره‌های کوچیک و سالم به دنیا میان. مادرها بلافاصله اونا رو تمیز میکنن و تشویقشون میکنن که وایسن. این چرخه بارها و بارها تکرار میشه. و همونطور که نسل‌های قبل درس بقا رو یاد گرفتن، نسل‌های جدید هم خیلی سریع یاد میگیرن. داشتن کره مسئولیت‌های ماده‌ها رو دوچندان میکنه. اونا حالا نه تنها مراقب خودشون، بلکه محافظای این موجودات کوچیک و آسیب پذیرن. زندگی گورخرها حالا وارد مرحله جدیدی میشه. اونا دیگه فقط اعضای گله نیستن، بلکه حلقه‌های حیاتی در زنجیره تداوم نسلن. با به دنیا آوردن کره‌ها، آینده گونه‌شون و بقاشون در دشت‌های آفریقا تضمین میشه. سفر زندگی گورخرها از تولد تا تبدیل شدن با والدینی قوی، آینه‌ای از داستان بزرگ حیات در دشت‌های آفریقاست. داستانی که با غریزه بقا بافته شده. ما دیدیم که چجوری کره‌های آسیب پذیر با حمایت گله به موجوداتی با شکوه تبدیل میشن که در برابر شکارچی‌ها، خشکسالی و مهاجرت‌های مرگبار ایستادگی میکنن. زندگی گورخرها رقصی بی‌پایان بین خطر و فرصته. خطوط روی بدنشون یه شاهکار تکامله. ابزاری برای گیج کردن دشمن، تنظیم دما و دور کردن حشرات. ساختار اجتماعی پیچیده‌شون نشون میده که قدرت در اتحاده و مهاجرت بزرگ سالانه حماسه‌ای از اراده جمعی برای زنده موندن. امروز با غروب خورشید بر فراز سرنگتی، گله‌های گورخر به افق نگاه میکنن. داستان اونا یادآور شکنندگی و در عین حال سرسختی شگفت‌انگیز طبیعته. این حیوانات نمادین با چالش‌های زیادی مثل از دست دادن زیستگاه و تغییرات آب و هوایی روبرو هستند. بقای اونا به بقای این اکوسیستم‌های وسیع بستگی داره. با نگاه کردن به این گله‌ها، ما نه تنها یه منظره زیبا، بلکه یه میراث طبیعی گرانبها رو می‌بینیم. داستانی که در هر خط سیاه و سفید روایت میشه. داستان زندگی، مرگ و تولد دوباره در قلب تپنده آفریقا.